سلام بچه‌ها، امروز میخوام ایربک این ماشین رو براتون باز کنم. طریق باز شدنش بهتون نشون میدم چجوریه. این BMW سری 2. حالا دیگه ایربکش از این پشت باز میشه. کامera خوب معلوم میشه نه؟ از این پشت چند تا جای چیز داره، یه سوراخ داره، از اینجا باز میشه. بعد میتونیم بکشید بیرون. ولی اول باید باتری رو قطع کنیم که موقع ایربک باز نشه که سلامه میبینید. آره، بچه این ایربک جدیده. خلاصه این ایربک رو میزنیم یا پشتش اینجوریه. آره اینو مشامای روشه، این نو است. اینو میخوایم باز کنیم. الان طریق باز شدنش برات میگم. این پشتش یه دونه فنر داره. اون فنره رو نه ببخشید اینوریه. این فنره رو ما باید بکشیم پایین. از اینجا قشنگ معلوم نمیشه، از اینجا معلوم میشه. از داخل بهتون نشون میدم. آره فعلا So jetzt bisschen hier. So, الان بچه از این بالاش باز شد. فیلم بیا. الان از این بالا باز شد. الان دو تا این پایین مونده. اونو باید یه مشت روش بزنی باز میشه. یا کن 1 2 3. jetzt will der nicht. بچه باز نمیشه، این چرا باز شد. آره. اینم ایربک پشتشه. این سیما رو باید بکنیم. یه بار از اینجا. این کندیم. خلاصه این قدیمی است. اینجا مخفرم. اینو باید با فنر میدیم پایین با پیچ کشتی. بعد میام از اینجا داخل. این اینجوری فنر رو بدیم پایین. آره. بعد اینجا می فنر داره، اینجا می فنر داره. اوکی. این ایربک جدید بچه‌ها. یه بار این کوچولو رو میزنیم، وصل میکنیم. اوکی. اوپس. شروع کنیم. میزنیم. اینو بزنیم. بعد اینجا یواش. اول این دوتا، بعدش این. اوکی، بعدش هم شما رو میکنیم. تمام.